أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب کراهة الحدیث بعد العشاء الآخرتی، یعنی که باب در مسئله مکروه بودنی سخن گفتن بعد از نماز خفتن. بعد از نماز عشا را وقتی که میخوانیم، بعد از اون سخن گفتن میگه مکروه است. اکنون توضیح میتید، بیان میکند در مسئله سخن گفتن که سخن گفتن به چند قسم تقسیم میشود. میگوید که والمراد بهی، میگه مقصد از سخن گفتن در این حدیث، در این بابگذاریمون میگه همین است که الحدیث الذي يكون مباحا في غیر هذا الوقت، یعنی سخنی که مباح میباشد در غیر این وقت. یعنی سخنهای مباح چی است؟ همراه یه آدم میشینی صحبت میکنی، یگان گفتگو میکنی، یگان سخنانی گناه و معصیت نیست، سخنانی عادی صحبت میکنی، مثلا درباره کارت گپ میزنی، درباره کارش گپ میزنه، درباره خلاصه یگان چیزهایی که معصیت نیستن درباره همین گفتگو میکنی. همین رو میگن سخن چی؟ سخن مباح. میگه مقصد در اینجا میگه سخنی که یکون مباحا فی غیر هذا الوقت، یعنی مباح است در غیر این وقتا. و فعله و ترکه سواء، در غیر این وقت میگه گفتن و نگفتنش یکسان است، یک خیل است. فعله یعنی گفتن همون سخن، و ترکه یعنی نگفتن همون سخن، سواء یکسان است، برابر است. مثلا امروز یک کارش در کارخانه یا با یک برادر یک مسئله ده صحبت کردی، اگر که اومده به یک کس گفتی، مثلا اگر امانت نباشد یا کاری که در کارخانه شد، اومده یک کس ده گفتی، میگوی. اگر نگفتی هیچ گپ نداره، یعنی گفتی گناه هم نمیگیری، نگفتی گناه هم نمیگیری. انا میرم میگن سخن چی؟ سخن مباح. میگه فاما الحدیث المحرم، اما حدیثی که حرام میداند سخن گفتن را، او المکروه یا مکروه میداند سخن گفتن را، فی غیر هذا الوقت فهو فی هذا اشد تحریما و کراهتا. پس میگه در غیر این وقت، یعنی که حدیث هایی که حرام میدونن یا مکروه میدونن سخن را در غیر این وقت، در غیر بعد از نماز خفتن، فهو فی هذا، پس همون سخن را میگفتن در این وقت، یعنی بعد از خفتن، اشد تحریما و کراهتا، یعنی که گفتنش حرامتر و مکروه بودنش، کراهیتش زیادتر میشود. ببین، یعنی سخنهایی که در غیر بعد از خفتن گفتن اگر حرام باشد یا مکروه باشد، بعد از نماز خفتن گفتنش حرام باشد، حرامش حرامتر، و کراهیت داشته باشد، کراهیتش باز زیادتر میشده است. میگه و اما الحدیث فی الخیر، اما سخن گفتن در کارهای نیک، که مذاکرت العلمی، یعنی که به مثل بگم مذاکره کردن، مباحثه کردن، جستجو کردن علم، و حکایات صالحین، یا قصه کردن برای عبرت گرفتن انسانهای صالح را، مردای صالح را قصه بکنی، و مکارم الاخلاقی، برای اخلاق حمیده، برای اخلاق نیکو، یعنی که سخن گفتن درباره اخلاق نیکو. و الحدیث مع الضعف مع الضیف، و الحدیث مع الضیف، یعنی سخن گفتن همراه مهمان، و مع طالب حاجت، یا سخن گفتن با شخصی که احتیاج به تو دارد، بعد از خفتن اومد محتاج است، یک چیز میپرسد، یک معلومات میخواد از تو بگیرد، و نحو ذالک، به مانند این سخنها، فلا کراهت فیه، بعد از خفتن میگه گفتنش کراهیت ندارد. بعد از خفتنش این سخنها را گفتن میگه کراهیت ندارد، بل هو مستحب، بلکه این سخنها را گفتن بعد از نماز خفتن اگر احتیاج پیدا که شد، پس مستحب می شود، نه که کراهیت. و کذا الحدیث لعذر و عارض فلا کراهت فیه، و همچنین سخن گفتن لعذر، برای یک عذر را بیان کردن، یک عذر شود که باید تو سخن بگویی،
باید سخن بگوی به عذر. و عارضین، یا کاری که ناگهان پیدا شود، فجأتا یک کار شود که باید گپ بزنی، فلا کراهت فیه، در این طور کارها هم همچنین میگه سخن گفتن کراهیت ندارد. پس ببینید سخن گفتن را به سه قسم تقسیم کرد. اول سخن گفتن که در غیر بعد از خفتن بگم مباح است، انا همین سخنها را بعد خفتن گفتنش کراهیت دارد. مثلا درباره کارخانه گپ زدنی هستی، اگر بعد خفتن بشینی قطعه از گپ زنی، چی دارد؟ میگه کراهیت دارد. یعنی که یا که هر کاری که بگم سخنی که گفتنش مباح است. اما کاری که سخنی که حرام باشد، مثلا یا اون کس غیبت کردن، یا بگم درباره اگون فحشا گپ زدن، یا کارهای سخنایی که مکروه باشد، سخنهایی که مکروه هستند. سخن مکروه چی است؟ یعنی سخنهایی که هیچ فایده برای انسان نمیرساند، هیچ فایده برای انسان ندارد، یعنی پرگویی کردن به مثل اینها بعد از گفتن کراهیتش شدیدتر می شود و حرام بودنش شدیدتر و سختتر می شود. اما درباره چطور گفتن در کارهای خیر باشد، به مثل طلب علم، به مثل پند و نصیحت گرفتن از حکایت صالحین، یا که اخلاق نیکو، و مهمون اگر خونت بیاید مهمون گپ زدن، یا که یک از محتاج شود شب به خونت بیاید، به مانند اینها اگر کار شود، گپ زدن نه اینکه مکروه بلکه مستحب است، افضل است که باید انسان در این حالات صحبت بکند. اکنون میگه که وقت تظاهرت الاحادیث الصحیحه علی ما ذکرته. امام نووی رحمه الله میگه وقت تظاهرت الاحادیث الصحیحه، یعنی واقعا میگه بیان شده از حدیث های صحیح علی ما ذکرته، با اون چیزی که میگه پیشتر ذکر کردم. یعنی همین گپایی که من علم بگم سخن گفتن رو میگه تقسیم کردم، برای همین میگه حدیث های صحیح میگه چی شدگی است؟ بیان شدگی هست و حدیث های صحیح میگه بورا داریم. یعنی مخصوصا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاه وقت بعد از نماز خفتن میشتن چیکار میکردن؟ صحبت میکردن، پند و نصیحت میکرد پیغمبر. پس دلیل ها در این باره میگه ما داریم که این در کار خیر باشد گفتگو کردن جایز و درست می باشد. خب اکنون این بود توضیح در مسئله بابی که امام نووی رحمه الله برامون گذاشته است. اکنون میگذره در قسم حدیث ها. اولین که امام نووی رحمه الله در زیر این باب سه حدیث میارد. اولین حدیث این باب حدیث 1745 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی برزة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ابو برزه رضی الله عنه میگوید که هر این پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند یکره النوم قبل العشاء. پیغمبر میگه زشت و بد میدونستند، مکروه میدونستند خواب کردن رو قبل العشاء، پیش از نماز خفتن. یعنی نماز شام رو بخواند و بعد از اون خواب کنه تا خفتنه، یا پیش از نماز خفتن خواب کردن، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زشتش میدونست، خوبش نمیدونست. میگه والحدیث بعدها، همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن گفتن بعد از نماز خفتن رو همچنین میگه زشتش میدونست و کراهیت و مکروهش میدونست، که این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1745 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1746 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی العشاء فی آخر حیاته. هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی العشاء، نماز خفتن را خواندند، فی آخر حیاته، در آخرهای حیاتشان، در آخرهای یعنی پیش از مرگشان، نزدیکی به مرگش بود، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خفتن را خواندند. فلما سلم، پس زمانی که میگه سلام دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز خفتن، قال، پیغمبر گفتند که ارایتکم لیلتکم هذه، یعنی که آیا ارایتکم لیلتکم هذه، یعنی که پس نگاه کنید به این شبتان، یا که آیا دیدید شما این شبتان را، بهتر بگیم که چی؟ نگاه کنید به این شبتان. فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر
الارض اليوم احد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که پس هر آینه علی رأس 100 سنتین، یعنی با گذشتن 100 سال، یعنی همین شب، از همین شب حساب کن، بعد از گذشتن گفت 100 سال، بعد از 100 سال که گذشت، لا یبقى ممن هو على ظهر الارض اليوم احد، یعنی باقی نمیماند کسانی که او حالو در بالای زمین هست کسی، یعنی امروز همین شب هر کسی که در بالای زمین هست و 100 سال بعد یگان تای اونها در بالای زمین باقی نمیمانند، یگان تاشان در بالای زمین باقی نمیمانند، یعنی همشان وفات میکنند، همشان از دنیا میروند. و شارحین میگویند که این یکی از معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بیان کردن. پس میگه واقعا هم همین طور شد، واقعا هم همین طور شد، یعنی که آخرین صحابه که وفات کرد ابو طفیل بعد از 100 سال، یعنی 110 ساله شدگی بود وفات کرد. پس همین شبی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن انمی شب 100 سال بعد، انمو 100 سال بعد میگه کی وفات کرد؟ ابو طفیل که کسی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدگی بودند. ابو طفیل یعنی که نامش عامر ابن واثله رضی الله عنه می باشد، آخرین صحابه که از دنیا گذشته است. پس این یکی از معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1746 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1747 کتاب ریاض الصالحین را میآورد، میگوید و عن انس رضی الله عنه، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که انه منتظر النبی صلی الله علیه و سلم، هر آینه میگه ویها، یعنی منظور از ویها یعنی که صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر آینه میگه صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم انتظر النبی، یعنی انتظار پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدن. فجاءهم قریبا من شطر اللیل فصلى بهم، پس آمد نزد صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قریبا من شطر اللیل، یعنی نزدیکی نیمه شب، یعنی که نزدیکی به نیمه شب بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد اصحاب آمدن، فصلى بهم، پس با اصحاب یک جا نماز خواندند، یعنی العشاء، یعنی منظورش نماز خفتن است. میگه که نماز خفتن را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب یک جای خواندند. میگه قال ثم خطبنا فقال، راوی میگوید که بعد خطبنا یعنی برای ما سخنوری کرد، در بین ما سخنرانی کرد، خطبه کرد. و فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن سخنرانیش چنین فرمودند که الا ان الناس قد صلوا، پیغمبر گفتن که آگاه باشید هر آینه مردم قد صلوا واقعا نمازشون خواندن، یعنی بعضی از مردم بودن که نمازهایشان را ادا کردند. ثم رقدوا، بعد از نماز خواندن خوابیدند، یعنی نماز را خواندند و رفته خواب کردند. و انکم لن تزالوا فی صلاه ما انتظرتم الصلاه، پس گفت هر آینه شما لن تزالوا فی صلاه، یعنی هنوزم در نماز هستید، ما انتظرتم الصلاه، از همون زمانی که نماز رو انتظار شدید، یعنی از همون وقتی که انتظار بودید نماز را تا نماز خواندن و خلاص کردن شما گویا که در نماز بودید، یعنی هر لحظه شما عبادت شماریده می شود و عبادت حسابیده می شود. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. خب این بود حدیث 1747 کتاب ریاض الصالحین. با همین این حدیث هم با آخر رسید. همچنین بابی مکروه بودن سخن کردن بعد از نماز خفتن هم با آخر رسیده. بعد از این بابی نو شروع می شود. باب تحریم امتناع المرأة من فراش، باب تحریم امتناع المرأة من فراش زوجها، یعنی باب در مسئله حرام بودن خودداری کردن زن
من فراش زوجها، یعنی از همخوابگی کردن با شوهرش، یعنی مکروه است، مکروه حرام است. باب در مسئله حرام بودن خودداری بکند زن از همخوابگی کردن با شوهرش. اذا دعاها، هنگامی که اون زن رو شوهرش طلب میکند، برای همخوابگی طلب میکند، اگر که اون زن خودداری بکند پس حرامی رو مرتکب شده است. ولم یکن لها عذر شرعی، اما حال امین است، شرط امین است که اون زن عذر شرعی نداشته باشد. اما اگر با عذر شرعی باشد، در این صورت حق دارد که امتناع بورزد، در این صورت حق دارد که دوری بجوید. اما اگر عذر نداشته باشد، در این صورت نباید امتناع بورزد، یعنی دوری نباید که بجوید. عذر شرعی چی است؟ یعنی کسل ماهانه است که کسل نفاس است و اینها. اما در غیر اینها اگر بیمار باشد، اگر اون چیزی باشد، باید شوهر با اون چی باشد؟ خوش رفتار باشد. چطوری که الله در سوره نساء آیت 19 میگه که واشروهن بالمعروف، یعنی با زنهاتان شما معامله کنید، رفتار کنید به نیکی، به نیکی با زن رفتار کرده میشه. اگر بیمار باشد، یعنی که منظور از عذر شرعی چی است؟ یعنی کسل حالت است که مرد با زن نزدیک شده نمیتواند، اما زن شاید قوه ندارد و بی‌فرا و مانده هست، اما عذر شرعی ندارد. در این صورت وقتی شوهرش طلب میکند یا شوهرش خود اجازتش بتید، مثلا برای دور شدن همسرش از نزدش، اما در اون صورت هم اگر طلب بکند، باز هم زن اگر طلبش برآورده نکند، مرتکب چی شده است؟ تحریم شده است، مرتکب حرام شده است. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث برامون تقدیم میکند. حدیث 1748 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، یعنی هنگامی که وقتی که فریاد میکند، درخواست میکند مرد همسرش را الی فراشه، به بسترش، یعنی که به بستر همخوابه، برای بسترش برای همخوابه شدن دعوت میکند، فابت، زن اگر نرود به بستر شوهرش، یعنی خودداری بکند، فبات غضبان علیها، پس شب را روز بکند اون مرد غضبان علیها که از همسرش ناراضی باشد، یعنی که اول شب طلب کرد همسرش نزدش نیامد یا راضی نشد، تا روز مرد اگر غضبناک از اون همسر شب رو روز بکند، لعنتها، یعنی لعنت میکند اون زن را الملائکتو، ملائکه ها اون زن را لعنت میکند برای این ایبا کردن و برای سرپیچی کردنش. حتی تصبح، تا صبح شدن، تا صبح شدن میگد اون زن را ملائکه ها لعنتش میگویند. این حدیث متفق علیه است. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است حتی ترجع، یعنی تا برگشتن زن ملائکه ها لعنتش میگویند، تا برگشتن زن ملائکه ها لعنتش میگویند، تا کی که با راضی میشود برای همخوابه شدن، تا آن همون وقت در لعنت الله، در لعنت ملائکه ها گرفتار میشود این زن. یعنی روایت اولش تا صبح است، اما روایت دیمش تا بازگشتن زن است، تا بازگشتن زن، یک روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد است، خلاصه تا اون وقت در لعنت ملائکه ها گرفتار می شود اون زن. این بود باب حرام بودن خودداری کردن زن از همخوابه شدن با شوهرش وقتی که شوهرش طلبش میکند، اما به شرطی که عذر شرعی نداشته باشد. این باب همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تحریم صوم المرأة تطوعا و زوجها حاضر الا باذنه، یعنی باب در مسئله حرام بودن روزه گرفتن زن تطوع، یعنی روزه نافله، یعنی که حرام است که زن روزه نافله بگیرد و زوجها حاضر الا باذنه، در حالی که
شوهرش در پیشش هست مگر به اجازت شوهرش، یعنی که اول از شوهرش اجازت بگیرد برای روزه نافله گرفتن، بعد روزه نافله اش را بگیرد و الا نپرسیده روزه گرفتن براش، روزه نافله گرفتن براش حرام می باشد. و سبب حرام بودنش چی است؟ شاید در روز شوهرش طلبش بکند. پس از همین حساب برای زن شریعت چی میگه؟ از شوهرش میپرسد و بعد روزه را میگیرد. اما اگر قضا داشته باشد چی؟ خب رمضان باشد حتما روزه میگیره، شوهرش نمیپرسد. اما اگر قضا داشته باشد چی؟ یعنی که روزه قضایی دارد، باید روزه بگیرد، چند روز رمضان خوردگی است بگیرد. اول اگر که تا رمضان دیمی بعد سال آینده می اومده گیره، اگر چند روز باشد که همین قضای این دفعه فقط باشد، یعنی 10 روزی رمضان سال گذشته را خورده است، 10 روز پس رمضان است، اینجا 10 روز دارد برای روزه گرفتن این زن. در این صورت هم همچنین شوهرش اطاعت نمی کند، یعنی نمی پرسد و بلکه روزه قضاییش میگیرد. چرا؟ زیرا که رمضان آیندهش آمده است، فرصت نیست. اما اگر که فرصت باشد، در این صورت باز هم باید چیکار کند؟ اجازت شوهرش بگیرد، بعد روزه قضایی هم باشه بعد روزه قضاییش بگیرد. اما بدون این جایز نیست. یا که با شوهرش مصلحت میکند بعد روزش میگیرد و حکم شریعت در این مسئله همین است. خب اکنون امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث برامون تقدیم میکند که این حدیث 1749 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یحل للمرأة، یعنی حلال و جایز نیست برای زن، ان تصوم، که روزه نافله بگیرد، و زوجها شاهدون، و شوهرش در حضورش باشد، در خانه شوهرش باشد، الا باذنه، مگر با اجازت شوهرش. شوهر اجازت بدهد، بعد از اون میتواند که این زن روزه نافله را بگیرد. ولا تأذن فی بیته الا باذنه، و نباید زن اجازت بدهد در خانه شوهرش کسی را الا باذنه، مگر به اجازت شوهرش. یعنی اگر کس وقتی که خانه مرد میآید، اگر این مرد نباشد یا این مرد میگوید که فلان انسان خانه من ندراید، این زن به یگان وجه براش جایز نیست که اون انسان را که شوهرش گفته است که ندراید او را در خانه راه بتید، باید اون را از خانه پیش کنید که اجازتی در آمدن به خانه نباید بدهد. برای پیغمبر میگه که ولا تأذن فی بیته الا باذنه، یعنی نباید زن، یعنی حلال نیست برای زن که اجازت بدهد در خانه اون مرد بدراید کسی مگر به اجازت شوهرش. یعنی شوهر اگر اجازت بده که بدراید مشکل ندارد، اما به اجازت جایز و درست نیست که در خانهش کسی را راه بدهد. این حدیث متفق علیه می باشد. خب این بود باب حرام بودن روزه نافله گرفتن برای زن در حالی که شوهرش در نزدش باشد، مگر اینکه اجازت چپرسد، بعد از اجازت شوهرش میتوند روزه نافله بگیرد. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تحریم رفع المأموم رأسه من الرکوع او السجود قبل الامام، یعنی که باب در مسئله حرام بودن برداشتن مقتدی سرش را از رکوع یا سجده پیش از امام. یعنی که حرام است که مقتدی پیش از امام سرش را بردارد یا پیش از امام رکوع برود سجده. خلاصه همون کاری را که حالا امام نکرده، رکوع نرفته، سجده نرفته، سلام نداده است، مقتدی پیش از امام اگر این کار را انجام بدهد این حرام می باشد که امام نووی رحمه الله این باب را کشاده در زیرش یک حدیث میارد. این را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.